سلام برای خسته نباشید. خیلی خوش اومدیم به کانال امیر کی. بچه امروز اومدیم با یه آموزش. من خیلی از رفیقام نرتخته بلد نبودم، برای همین گفتم شاید دوست داشته باشین نرتخته رو براتون آموزش بدم. ما هم که خیلی حرفه‌ای نه، ولی یک پله دو پله کمتر از حرفه‌ای بلدیم بازی کنیم. اومدیم بهتون یاد بدیم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه بچه‌ها. لایک کامنت سابسکرایب هم یادتون نره بچه‌ها. ممنون. بریم که رفته باشیم آموزش ببینیم و بریم تو قهوه خونه شرطی بازی کنیم و ببریم. بریم که رفته باشیم بچه‌ها. خب بچه‌ها، حریفمون پیدا شد و بریم بازی. بسم الله الرحمن الرحیم. بچه اومدیم بازی. اولش بهتون 2 تا چیز بگم و بعد بریم. بچه الان ما مهره سفیدیم. باید از بالا که نشونتون دادم، از بالا سمت راست تاس هامون و سفید ها رو برداریم بیاریم پایین سمت راستمون که بچه ها میشه اینجا. بعد تاسا رو میندازیم بازی میکنیم، میاریم تاسای سفیدمون رو اونجایی که بهتون گفتم سمت راست پایین بازی میکنیم بچه ها. در ضمن وقتی 2 تا 2 یه جا اومد یعنی 4 تا 2 باید برید، کلا 2 نه تنها 2. اگه 2 تا 1 اومد همون جفت میشه دیگه. یک جفت اومد 4 تا جفت یعنی 2 جفت اومد یعنی 4 تا 2. 3 جفت اومد یعنی 4 تا 3. همینجوری تا 6. 2 تاش اومد یعنی 4 تاش باید بریم. در ضمن بچه‌ها وقتی تاسمون اینجوری که الان میبینید تاسایی که سیاهه داره 2 تا تنها داره، میبینید بچه‌ها 2 تا تنها داره. یکیش در خانه منه، یکیش هم تو خانه خودش. الان 2 تا شد انداخت رو. اگه تنها باشه تاستون رو میشه زد بچه‌ها. اگه تنها نباشه نمیشه زد. 2 تا باشه رو هم نمیشه زد، 2 یا بیشتر، ولی تنها باشه میشه زد. بچه‌ها ما تو نرتخته سعی میکنیم خونه هامون رو ببندیم که نتونه طرف تاسشو بیرون بیاره. الان اگه دقت کنیم من خونه خودم رو که سمت راست پایینه بستم که نتونه فرار کنه. بعد اگه هم دیدید تقریبا 1-2 ثانیه پیش تاس منو زد بچه‌ها طرف. الان هم اون خانه هاشو کلا بسته. نگاه، من هیچ تاسی رو نمیتونم بندازم که فرار کنم. 6 بسته است، 1 بسته است، همه چیم کلا همه تاسام بسته است بچه‌ها. الانم سعی میکنم اونجا رو هم ببندم. من تنها گذاشتم اونجا، احتمال داره بزنه. تاس منو زد اونجوری خراب کرد، اون کلا بازیشو خراب کرد بچه‌ها. بریم بچه‌ها، بریم بازی کنیم، بریم اینو ببریم. آره بچه‌ها ببینم چیز دیگه مونده بهتون بگم. الان میگم بذار همه تاسا بیفته سر جاش، بهتون میگم که باید چی کار کنیم آخرش. الان من 6 خانه رو باز کردم، یعنی اون میتونه فرار کنه دیگه. جفت 6 داد کلا خراب کرد. نگاه من یه تنها دادم بیرون. بچه‌ها آخرش که همه تاساتون چه سیاه باشه چه سفید تو خونه‌تون جمع کردین، میتونین تاساتون رو بندازید بیرون. خانه 1 داریم، 2 داریم، 3 داریم تا 6. نگاه کنین بچه‌ها، اینا خونه هامونن. 1 2 3 4 5 6. 6 اومد، از 6 خان برمیداریم، از 2 خان برمیداریم. 2 خان یعنی خانه، 2 خانه. از
دومین خانه برمیداریم. الان این باختی فنی داد، دید که میبازه از بازی اومد بیرون، دید که داره کم میاره اومد بیرون. ولی بچه‌ها یه نکته دیگه، اگه شما همه تاساتون رو انداختین بیرون میبرید. خب اگه همشو انداختید ولی حریفتون اصلا تاسی ننداخته بیرون، اون مارس میشه. مارس یعنی چی؟ یعنی شما 2 امتیاز برمیدارید، یعنی 2-0 میشید. اگه اونم 1-2 تا انداخته بیرون، شما بیشتر انداختی همشو انداختید بیرون میبرید و امتیازتون 1 حساب میشه. اگه اون هیچ مهره‌ای بیرون نبره به شما 2 امتیاز محسوب میشه. برابط خوب هستین؟ بچه امیدوارم که خوشتون اومده باشه از ویدیو، خوب یاد بگیرید. اگه هم خواستید با خودم بازی کنید کامنت بذارید، من لینک بازی رو براتون بفرستم، بهتون درخواست بدم بیاید نصب کنید بازی کنیم دوتایی تا که بیشتر یاد بگیرید. بچه ها من به قول ویدیوی قبلیم یکم فارسیم بده. آره خیلی دوستتون دارم. لایک کامنت سابسکرایب هم یادتون نره بچه ها. تا ویدیوی دیگه خدا نگهدار.